رفع ترک‌های پوستی با روش‌های پزشکی و چند درمان مؤثر خانگی با شما خواهیم بود. همانطور که همواره گفته ایم، لایک و کامنت های شما موجب دلگرمی ماست. لطفاً حمایتتان را از ما دریغ نکنید. برخی تغییرات ناگهانی در بدن مانند افزایش وزن موجب کشیدگی پوست می شوند. کلاژن پروتئینی است که به ایجاد حالت کشسانی پوست کمک می کند. اگر پوست به میزان کافی این پروتئین را نداشته باشد، به دلیل تغییرات به وجود آمده دچار ترک خوردگی می شود. علاوه بر افزایش وزن، عوامل دیگری همچون بارداری، جراحی، کاشت سینه و پروتز، بدنسازی، میزان بالای استروئید که بر اثر استفاده از دارو یا برخی از بیماری‌ها به وجود می‌آید و سندرم مارفان که نوعی بیماری ژنتیکی است که بافت پوست را تضعیف می‌کند نیز باعث ایجاد ترک‌های پوستی می‌شوند. این رگه‌های موجدار در پوست شما به رنگ‌های مختلف دیده می‌شوند. با گذشت زمان از قرمز به صورتی و بنفش مایل به آبی تغییر می‌کند و کوچکتر و کمرنگتر می‌شوند. این ترک‌ها در بسیاری از قسمت‌ها همچون بازوها، پشت، سینه‌ها، باسن، ران‌ها، شکم و بالاتنه به وجود می‌آیند. اگر به مدت طولانی از استروئیدهای خوراکی یا موضعی استفاده می‌کنید، این ترک‌ها به دلیل کورتیزول بالا به وجود می‌آیند. ترک‌های پوستی بیشتر در میان خانم‌ها و به ویژه در دوران بارداری شایع است. در دوران بارداری با بزرگتر شدن جنین پوست کشیده می‌شود. همچنین تغییرات هورمونی در این دوران بافت پوست را تضعیف می‌کند و موجب ایجاد ترک‌های پوستی می‌شود. پوست هر اندامی که در دوران بارداری دچار افزایش حجم شده است، در معرض ترک خوردگی است. ممکن است این ترک‌ها با زایمان و کاهش وزن ناپدید شوند. ترک‌های پوستی هم در زنان و هم در مردانی که مبتلا به چاقی هستند نیز ایجاد می‌شود. حتی بدنسازهایی که چربی کمی دارند در قسمت‌هایی که ماهیچه‌ها بزرگتر شدند ممکن است دچار ترک‌های پوستی شوند. ترک‌های پوستی در کودکان و نوجوانان با افزایش ناگهانی قد و یا وزن به ویژه در دوران بلوغ ایجاد می‌شود. اما همواره این سوال پرسیده می‌شود که آیا محصولی برای از بین بردن ترک‌های پوستی وجود دارد؟ کرم‌های ترتینوئین حاوی ترتینوئید هستند. این کرم‌ها ترک‌هایی را که به تازگی ایجاد شده‌اند محو می‌کنند، اما ممکن است پوست را قرمز، ملتهب و زبر کنند. این کرم‌ها برای از بین بردن چین و چروک نیز مناسبند. تقویت کننده‌های کلاژن، همچنین عصاره دانه لوپن، کلاژن پوست را افزایش می‌دهند، اما دقیقاً نمی‌توان گفت که در از بین بردن یا جلوگیری از ترک‌های پوستی نقش دارند. کرم‌های سنتل آسیاتیکا از جمله کرم‌هایی هستند که بدون نسخه در داروخانه‌ها عرضه می‌شود، اما شواهد کمی مبنی بر تاثیرگذاری آنها در از بین بردن ترک‌های پوستی وجود دارد. کره کاکائو، شیباته، روغن زیتون، ویتامین ای و مرطوب کننده‌های دیگر کرم‌های طبیعی هستند که پوست را نرم و مرطوب می‌کنند، اما تأثیر آنها در از بین بردن یا جلوگیری از ترک‌های پوستی مشخص و اثبات شده نیست. پزشکان متخصص پوست یا جراحان زیبایی با استفاده از لیزر و دیگر روش‌های درمانی می‌توانند در از بین بردن این ترک‌ها به شما کمک کنند. لیزر پالسیب در این روش درمانی جرقه‌های نوری بدون درد روی ترک‌ها که به تازگی ایجاد شده‌اند و رنگ آنها قرمز است وارد می‌شود. انرژی نور رگ‌های خونی زیر پوست را که موجب به وجود آمدن این علائم شده‌اند بهبود می‌بخشد. لیزر فرکشنال دیوکسید کربن درمان جدیدی برای از بین بردن ترک‌های قدیمی و سفید رنگ است. بررسی نشان داده است زنانی که از این لیزر استفاده کردند در مقایسه با زنانی که از کرم‌های گلیکولیک اسید و ترتینوئین استفاده می‌کنند پس از 5 جلسه ترک‌های پوستیشان از بین رفته است. میکرودرم آبریژن در این روش کریستال‌های کوچکی روی سطح پوست کشیده می‌شوند. اگر این روش همراه با لایه برداری پوست انجام شود به از بین بردن ترک‌های جدید و قرمز پوست کمک می‌کند. جراحی زیبایی در این روش ممکن است آثار زخم بعد از عمل بر جا بماند. همچنین روش دردناک و پرهزینه است. اما درمان‌های خانگی برای از بین بردن ترک‌های پوستی. ویتامین آ حاوی رتینوئید است. با استفاده موضعی از ویتامین آ یا استفاده خوراکی آن می توانید به ظاهر و سلامت پوست خود کمک کنید. هویج و سیب زمینی شیرین از جمله منابع ویتامین آ هستند. برخی شکر را یک روش میکرودرم آبریژن هومیوپاتی می‌دانند. همانطور که پیشتر گفته شد،
پزشک متخصص پوست آن را با دستگاه میکرودرم انجام می‌دهد. پس با استفاده از اسکراب شکر می‌توانید به صورت طبیعی میکرودرم انجام دهید و با کشیدن آن روی پوست لایه سطحی پوست را بتراشید. برای تهیه اسکراب شکر 1 فنجان شکر را با روغن بادام یا روغن نارگیل مخلوط کنید تا قوام آن شبیه شن‌های خیس ساحل شود. بعد مقداری آب لیمو به این ترکیب اضافه کنید. این اسکراب را روی قسمت‌های ترکدار بدن بکشید. چندین بار در هفته و هر بار به مدت 8 تا 10 دقیقه در حمام اسکراب کردن پوست را تکرار کنید. آلوئه ورا. آلوئه ورا خاصیت نرم کنندگی پوست و جنبه درمانی دارد. اگرچه شواهد بالینی مبنی بر تأثیر آلوئه ورا در درمان ترک‌های پوستی وجود ندارد، اما به دلیل خواص این گیاه میتوان از آن در بهبود ترک‌های پوستی استفاده کرد. عصاره آلوئه ورا را خارج کنید و پس از حمام روی پوست خود بمالید. اسید هیالورونیک. با افزایش سن میزان کلاژن در بدن کاهش می‌یابد. اسید هیالورونیک به ساخت کلاژن کمک می‌کند. عصاره و کپسول این اسید در بازار موجود است. روغن نارگیل. این روغن خاصیت درمانی دارد و طول درمان زخم را کاهش می‌دهد. با استفاده از روغن نارگیل بکر، روغنی که در تهیه آن از مواد شیمیایی و گرما استفاده نشده است، می‌توان ترک‌های پوستی را از بین برد. روغن بادام تلخ. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد پوست خانم‌هایی که در دوران بارداری شکم خود را با روغن بادام تلخ ماساژ می‌دهند، نسبت به خانم‌هایی که بدون ماساژ از این روغن استفاده می‌کنند، کمتر دچار ترک خوردگی می‌شوند. این عمل را باید از حدود 3 تا 4 ماهگی هر شب و به صورت مداوم انجام دهید تا نتایج شگفت‌انگیز آن را به چشم ببینید. خیار و آب لیمو. اسید طبیعی موجود در آب لیمو به بهبودی و کاهش اسکارهای پوست کمک کرده. همچنین آب خیار با اثر خفیف خنک کنندگی خود باعث شادابی پوست شما خواهد شد. آب لیمو ترش و خیار را به اندازه‌های مساوی تقسیم و مخلوط کرده و سپس بر روی مناطق آسیب دیده ریخته تا پوست آن ناحیه مرطوب گردد. اجازه دهید بر روی پوستتان باقی بماند تا جذب شود. 10 دقیقه بعد از آن می توانید با استفاده از آب گرم پوست خود را شستشو دهید. زردآلو با خاصیت لایه برداری که دارد می تواند در بهبود ترک‌های پوستی مؤثر باشد. 2 تا 3 عدد زردآلو را برداشته برش دهید و هسته ها را جدا کنید. میوه ها را پوره کرده و سپس ماسک به دست آمده را روی نواحی مورد نظر پوستی گذاشته و اجازه دهید به مدت 15 دقیقه بر روی آن بماند. با استفاده از آب گرم آن را بشویید و سپس این روند را هر روز برای 1 ماه تکرار کنید تا نتیجه بخش باشد. روغن زردآلوی خالص با دارا بودن خواص جوان کنندگی پوست در کاهش ترک‌های پوستی مؤثر است. مقداری از این روغن را به همراه کمی آب لیمو ترش بر روی پوست ماساژ دهید تا نتیجه بهتری حاصل شود. روغن کرچک. ترک‌های پوستی به دلیل داشتن ظاهری خشک و چروکیده نیاز به تغذیه و آبرسانی دارند. هنگام ماساژ روغن کرچک بر روی پوست این علائم پوستی به آرامی بهبود یافته و نرم می‌شوند. این کار را به طور مداوم انجام دهید تا پوستتان تغذیه شود. و اما در آخر ماسک تغذیه کننده پوست. این ماسک در کاهش ترک‌های پوستی تاثیر فوق‌العاده‌ای دارد. طرز تهیه: 2 عدد زرده تخم مرغ، آب 1 عدد لیمو ترش، 2 قاشق چایخوری جو پرک، 2 قاشق چایخوری بادام درختی کوبیده شده، شیر به اندازه کافی برای نرم و صاف شدن ماسک. روش تهیه: تمام ترکیبات را به خوبی مخلوط کرده و روی ترک‌ها ریخته و اجازه دهید کاملا خشک شود. با آب سرد آنقدر موضع را شستشو دهید تا لایه برداری صورت گیرد. این کار باید هر روز به صورت متناوب انجام شود. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه شدید سپاسگزاریم. لایک و کامنت های شما باعث دلگرمی ماست.